به نام آن که دل کاشانه اوست، به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. سلام و درود به پایان نثار یک و یک شما دانش آموزان گرامی، زبان آموزان ارجمند و علاقمندان زبانهای خارجی. در این درس نوبتی که درس 25 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1. ما و شما در درس گذشته، یعنی درس 24 درباره have و has گفته گذاشتیم. در این درس باشد طبق وعده که کرده بودیم درباره prepositions of time. prepositions of time بود، با فکر من اگر خطا نکنیم. حاضر یک لحظه. خب بله، prepositions of time. خب در اینجا when آورده است. when یعنی کی، که کدام وقت. prepositions of time unit 13 یعنی قسمت 13 کتاب است. در اینجا این دخترک به طرف برین میگوید When is your birthday brain? When is your birthday brain? میگوید زادروز تو کی است برین؟ و در جواب برین میگوید It's in February. It's in February. 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 در اینجا ری به پرگی تلفظ نمی شود، یعنی نمیگیم February. 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 یعنی یک کم ترک تلفظ می شود. تمام. و در اینجا این دخترک میگه My birthday is in June، یعنی زادروز من در ماه ایون است. خب در اینجا برین در ماه فوریه گفت، این باشد در ماه ایون گفت. و در اینجا زوی میپرسد از این همسینفش است یا اینکه دوگانه‌اش است. مثلا میگه Do you like swimming? Do you like swimming؟ آیا شناوری رو دوست می‌داری؟ و این باشد جواب میدهد Yes in the summer. Yes in the summer، یعنی بله در تابستان. بله در تابستان. و در اینجا این دخترک میپرسد When is Peter's party? When is Peter's party؟ یعنی شبنشینی پتر کی است، یا همون پارتی گفته. خب پارتی به معنای شبنشینی، جشن، حزب، گروه، دسته می آید، اما در اینجا به معنای شبنشینی و جشن است، یعنی جشن پتر کی است یا شبنشینی پتر کی است. و در جواب بگید on Sunday، یعنی در روزی یک شنبه. در اینجا باشد این دخترک به سوی توتی سوال میکند که What time do you go to bed? What time do you go to bed؟ یعنی تو کی به رخت خواب میروی؟ یعنی منظور از رخت خواب یعنی تو کی خواب میروی؟ خب در اینجا باشد توتی میگه At 10:30. At 10:30 یعنی ساعتی 10:30. خب در اینجا prepositions of time 1 یعنی قسمت یکمش رو میگیره. در اینجا at plus time یعنی at همراهی زمان میآید، همراهی وقت میآید. معذرت دوستان عزیز. at همراهی زمان میاد مثل چی؟ مثل اینکه at 10 o'clock. at 10 o'clock یعنی در ساعت 10، یعنی که at 11:30. at 11:30. at 11:30 یعنی در ساعت 11:30. on plus days یعنی on همراهی روزها میآید. on همراهی روزها میآید، مثل اینکه on Saturday. on Saturday یعنی روز شنبه. on Sunday. on Sunday روز یک شنبه. در روز شنبه در روز یک شنبه. این همراهی months میاد، یعنی این همراهی ماه ها میاد. in January. in January. in April.
in April. خب و باز این همراهی seasons میاد. همراهی seasons یعنی seasons فصل های سال، موسم ها. in the summer in the summer in the summer یعنی در تابستان. in the winter in the winter in the winter یعنی در زمستان. خب در اینجا تمرین ها هستن، تمرین کار میکنیم و اینجا ساعت ها هستن، یعنی در ساعت کدام وقت ifade شده است اونها رو در اینجا پر میکنیم. Look and write یعنی نگاه کن و بنویس. Zoe gets up at 7 o'clock یعنی در اینجا نگاه کنیم ساعت 7 است مثلا، یعنی زوی ساعت 7 از خواب میخیزد. خب در اینجا ساعت 7:30 است، 7:30 است بله. Brain has breakfast at 7:30 یعنی برین ساعت 7:30 صبحانه تناول میکنه. خب در اینجا ساعت 9 است. School starts at 9 o'clock یعنی مکتب ساعت 9 شده میشود، یعنی در ساعت 9 آغاز میبود یا مکتب ساعت 9 آغاز میبود. خب در اینجا باشد ساعت 12:30 است. The children have lunch at 12:30 12:30 12:30 یعنی کودکان در ساعت 12:30 نهاری میکنن، یعنی خوراک نصف روزی رو تناول میکنن. در اینجا باشد ساعت 3 است. They go home at 3 o'clock they go home at 3 o'clock یعنی اونها ساعت 3 به خانه می روند. Corky goes to bed در اینجا باشد ساعت 11:30 است. Corky goes to bed at 11 at 11 یعنی در ساعت 11:30 به رخت خواب می رود، یعنی به خواب می رود. خب در اینجا تمرین 2 choose and write یعنی انتخاب کن و نویس. در اینجا باشد مثلا ماه ها رو آورده است و در این جدول در هر یک جدول ماه ها رو نوشتن در کار. خب فصل spring فصل بهار، summer فصل تابستان، autumn فصل تیرماه و تیرماه رو fall نیز میگن fall winter فصل زمستان. خب در اینجا ماه ها هستن، این ماه ها رو در اینجا پر کردن در کار. با فکرم همه ماه ها نیست در اینجا: جولای، اکتبر، جنوری، آگوست، نوامبر، اپریل، فبروری، می. در اینجا همه ماه ها نیستن. خب میگذاریم از ماه های بهار سر میکنیم. ماه بهار از ماه مارت سر میشود، همین خیلی نه. خب در اینجا ماه مارت نیست. مارچ ماه مارچ میشود. بعد اپریل خب می خب یعنی از فصل بهار تمام کردیم. میگذاریم در فصل تابستان summer تابستان. خب در فصل تابستان کدام ماه ها داخل میشن؟ جولای، جون در اینجا جون آورده است. خب جون جولای، آگوست. خب 3 ماه. میگذاریم به فصل تیرماه. در اینجا سپتامبر رو آورده است. سپتامبر خب اکتبر خب نوامبر خب میگذاریم به فصل زمستان. فصل زمستان از ماه دکبر شروع میشود. در اینجا دکبر نیاورده است. دسامبر جنواری فبروری یعنی اینها بودن ماه ها و فصل های سال. خب
خب در اینجا روزها رو آورده است، یعنی put the days of the week in the correct order، یعنی روزهای هفته را از روی ترتیب درست ترتیب گذاری کنید، یعنی به ترتیب گذارید. یعنی پس در اینجا یعنی Friday جمعه، Tuesday سه شنبه، Sunday یک شنبه، Wednesday در اینجا حرف دی خوانده نمیشد، Wednesday چهارشنبه، Monday دوشنبه، Saturday شنبه، Thursday پنجشنبه. خب Monday دوشنبه، Tuesday سهشنبه، Wednesday چهارشنبه، Thursday پنجشنبه، Friday جمعه، Saturday شنبه، Sunday یکشنبه. اینها بودن ترتیبی روزهای هفته. خب در اینجا میگه write in or on، یعنی در این جایهای خالی یا این رو نویسید یا آن رو نویسید. این معنیش در، آن، این در داخلی، آن در. یعنی این در داخلی چیزه، یعنی در داخلی مثلا مثل ستل، مثل درونی اتاق، درونی هاوس، درونی یک چیزی که در گرد و اطرافش مثل اینکه محکم است. write in یعنی or on و on در ترجمه شد، اما در بالای چیزه یا در فلان روز. خب the school party is on Friday، در اینجا on میاد یعنی شب نشینی مکتب یا جشن مکتبی روزی جمعه هست. school finishes in July، مکتب در ماه ایول به انجام میرسد، خاتمه مییابد، یعنی تمام میشود. We go to the beach in the summer. ما به ساحل دریا، ساحل بحر، یعنی به ساحل در تابستان میرویم. The football match is on Saturday، یعنی مسابقه فوتبال در روز شنبه است. My family goes on holiday in August، یعنی عائله من، خانواده من به استراحتی در ماه آگوست میروند. holiday گفته همون استراحتی، تعطیل، جشن، عید، یعنی به چند معنا میاد. It's cold in the winter، یعنی زمستان خنک است. یعنی اگر کلمه با کلمه ترجمه کنیم یعنی در زمستان خنک است میشود، یعنی اما زمستان خنک است ترجمه کنیم بهتر است. خب در اینجا prepositions of time 1 به انجام میرسد و از درس آینده باز در موضوع کلمه های سوالی when و time درس را آغاز میکنیم. این بود درس 25 از کتاب New Grammar Time 1. تا درس های نوبتی، خداحافظ.